اگر خداوند فقط لحظه ای از یاد می برد که عروسکی پارچه‌ای بیش نیستم و قطعه ای از زندگی به من هدیه می داد، شاید نمی گفتم همه آنچه که می اندیشم و همه گفته هایم. اشیا را دوست می داشتم، نه به سبب قیمتشان که معنایشان. رویا را به خواب ترجیح می دادم، زیرا فهمیدم به ازای هر دقیقه چشم به هم گذاشتن 60 ثانیه نور از دست می دهی. راه می رفتم آنگاه که دیگران می ایستادند. بیدار می ماندم به گاه خواب آنها و گوش می دادم وقتی که در سخنند و چقدر از خوردن یک بستنی لذت می بردم. اگر خداوند فقط تکه‌ای از زندگی به من می بخشید، ساده لباس می پوشیدم، عریان یله می شدم زیر نور آفتاب. نه فقط جسم بلکه روحم را عریان می کردم. اگر مرا قلبی بود، تنفرم را می نوشتم روی یخ و چشم می دوختم به حضور آفتاب. نه فقط با خیال ون گوگ، شعری از بندتی را روی ستاره ها نقش می زدم، بلکه ترانه ای از سرات شباهنگی می شد که برای ماه می خواندم. اشک به پای گلهای سرخی، بوسه بر گلبرگ‌هایش. الهی، اگر تکه ای از زندگی از آن من بود، برای بیان احساسم به دیگران یک روز هم تأخیر نمی کردم. برای گفتن این حقیقت به مردم که دوستشان دارم و برای شوق شیدایی انسان را قانع می کردم که پیر می شوند وقتی عشق نمی ورزند. به یک کودک بال می بخشیدم بی آنکه در چگونگی پروازش دخالت کنم. به سالمندان می آموختم که مرگ با فراموشی می آمد، نه پیری. ای انسان ها، چقدر از شما آموختم که همه می خواهند به قله برسند، حالان که لذت حقیقی در بالا رفتن از کوه نهفته است. آموختم زمانی که کودک برای اولین بار انگشت پدر را می گیرد، او را اسیر خود می کند تا همیشه. آموختم که یک انسان فقط زمانی حق دارد به هم نوعش از بالا نگاه کند که دست یاری به سویش دراز کرده باشد. چه بسیار چیزها از شما آموختم، ولی افسوس که هیچ کدام به کار نمی آید. وقتی که در یک تابوت آرام می گیرم تا به همت شانه های پرمهر شما به خانه تنهاییم بروم. همیشه آنچه را بگو که احساس می کنی و عمل کن به آنچه می اندیشی. آه که اگر بدانم امروز آخرین بار خواهد بود که تو به خاطر اینکه توانستم نگهبان روحت باشم شکر می گفتم. اگر بدانم امروز آخرین بار خواهد بود که تو را در حال خروج از خانه می بینم به آغوش می کشیدمت. شاید برای آنکه اندکی بیشتر بمانی صدایت می زدم. آه که اگر بدانم امروز آخرین بار خواهد بود که صدایت را می شنوم، فرد کلمات را ضبط می کردم تا بی نهایت بار بشنومشان. آه که اگر بدانم این آخرین بار است که می بینمت، فقط یک چیز می گفتم: دوستت دارم، بی آنکه ابلهانه بپندارم تو خود می دانی. فردا برای هیچ کس تضمین نشده. پیر یا جوان، شاید امروز آخرین باری باشد که کسانی را می بینی که دوستشان داری. پس زمان از کف مده، عمل کن. همین امروز، شاید فردا هیچ وقت نیاید و تو بیشک تأسف روزی را خواهی خورد که فرصت داشتی برای یک لبخند، یک آغوش، اما
مشغولیت‌های زندگی تو را از برآوردن آخرین خواسته آنها باز داشتند. دوستانت را حفظ کن و نیازت را به آنها مدام در گوششان زمزمه کن. مهربانانه دوستشان داشته باش. زمان را برای گفتن یک متاسفم، مرا ببخش، متشکرم و دیگر مهرواژه‌هایی که می‌دانی از دست مده. هیچ کس تو را به خاطر افکار پنهانت به یاد نمی‌آورد. پس از خداوند خرد و توانایی بیان احساسات را طلب کن تا دوستانت بدانند حضورشان تا چه حد برای تو عزیز است.